احمد نشاده. من یه مدتیه که از سارا خوشم اومده. دختر منو دوست دختر منو میگی؟ یعنی چی شماره‌شو دارم؟ چند وقت شماره‌شو داری؟ آقا میگم شما 4 ماه شماره‌شو داره. قطع کن پشت خطیش سارا. الو سلام سلام با انرژی آقا دهنم راه افتاد. سلام عرض می‌کنم خدمت انرژی سلام. به من نمیگی؟ سلام عرض می‌کنم خدمت همه رفقای عزیزم به کانال حامد تبریزی خوش اومدید. می‌خوایم بریم؟ منو ببخشید تو رو خود اولش من می‌خوایم بریم. عرض سلام ادب و احترام دارن. من عذرخواهی می‌کنم به خاطر این تعویض در تأخیر سلام دادن. ارادتمند شما، کوچیک شما، خاک پای شما حامد تبریزی هم دوستا رو محبوب شما آقا مرتضی حمید، محبوب یک ایران آقا مرتضی پشمای خودش افتخار دست از بندری تو مال منی نمیرم ز کسی لبخند بزن. حالا انا رو داداش، انا رو بعدا میتونم بخوری. انا رو آقا قراره سرکن نخندی بزنیم با سید مرتضی عزیز. آج آقا نوکرتیم فدات شم. و اینکه اگه کسی به بازه قراره زنگ بزنه، سری میخواد چیکار کنه؟ زنگ بزنه به یکی برگره بگه من دوست دختر تو خوشم. نه اصلا نه. آره آسه. بریم آقا. خیلی بده. امیدوارم که من نمی‌واسه سرکن نخندی. بریم. آماده ای؟ 3 2 1. یه حساب کتاب عجیب در مدارس ایران اینجوری حساب میکنن 20 سال بعد. خب دست شما درد نکنه خانم. چقدر شدی دوتا؟ چه 1,800 من الان حساب میکنم میشه 1,300. یعنی که صرفون آقا مرتضی یه دونه عقبه. سارا خانه چجوری حساب کرد؟ یکیچ من اونو گرفت چی سرعته. نگاه کن. او خدایا همه مریضا رو شفا بده. یک ترسیده میگه شایان. ترسیده یاد تو افتادم. یه مصطفی جان شما معتاد شو ورزش خطره. استاد میرم برای شکستن دستگی رو شکم شاگردم. عصبی آماده؟ آماده؟ مصطفی آماده. نفس عمیق. سیکن بالا. آماده؟ برو بالا. دست پایین. خودش گفته دستتو بیار بالا بعد میبیا دستتو بیار. دهنه مصطفی رو سرویس کرد. بزن. آی خندید. این فقط این یکی منو بگیره. فقط خنده. زیر آجی ترقه انداختن. نه آجی سکت لاپایی زد. نه جالب بود.
چرا استرس داره؟ مدنش این بود که وقتی قرعه کشی بانک نزدیکه ندیدم من بلدم نیست عوضی رو دیگه چیکار کنه. عطارا روشن کن ایشون خیابون اولی نگاه کن. روشن کن شما ردی 3 ماه دیگه نفر بعدی چقدر جوون بودن. برو پایین ردی برو پایین بینم برو پایین گفتم برو پایین برای چی به اون گفت برو پایین؟ ردی همون اون امتحان نداره. گفت باز اومدی. برو پایین من نکردم که آدم با سر میاد تو ماشین برو پایین بینم ردی با ته میاد و چی میاد؟ برو پایین هنوز نمیدونی چجوری آدم سوار ماشین میشه برو پایین بینم بفرمایید شما بفرمایید روشن کن برو تو خیابون با این چقدر مؤدب صحبت کرد. با این خیلی محترمانه صحبت کرد. با این محترمانه صحبت کرد. با این نگاه با این محترمانه خوبین حسنتون بخیر. ببخشید نمیخواستم وقتتون رو بگیرم. وقتشون رو نگرفت. همین من زحمت میکشم بیشور فهمیدی؟ روان میشناس من روان بشن. خندیدی؟ نه روان بشناس. حیوان خفه چندی پدر زن شیرم تو دهنه شیرم تو میگه روان بشناس. این باریکلا از اون تخم سگاسا عوضی بکنم فیلمه برای 15 سال پیش الان واسه خودش یه گرگی شده. نگاه رو نگاه یکی خندید برگه چپ چپ دیگه آفرین معلمی عجب نامردی. باریکلا تریاک آدم بود. من نشدید شیره اومده بیرون. راست میگه خدا 300 گرم. باچه احساس امنیتی توی خونه زندگی میکنه. شاید بعضی نمیدونن اشتباه کردن خلاصه ببخش. فهمی چی شد؟ صاف میشه بشینی؟ خب بگو آه استاد اثر استاده. بیشورا بریم. نه محکم‌تر داشتیم بیشورا بریم. خب بیشورا بریم. آفرین. نه اینا بر بالا اینجا میارش بالا بیشورا بریم. بترس ها یا بیشورا بریم. یا جلو سختی کار استاد ها. بریم بیا جلوتر بریم تا اینجا بیشتر جلوه. الان دو قدم برو. آه اینجا نگاه کن. خب بیشورا بریم. خوب بود. موشیسنه گفت خوب بود استادم گفت خودم. صدای مشتنه فهمیدی کیه که؟ خواهرزاده خودش همون بازیگر معروف. بله. بیشورا بریم.
توپ تو گیرمه دادن. آره خندیدی چطور به تو گیر ندارم میخوام به این نخندم. زلیخا پایان چالش میکا. از اینایی که الان خوشگل میشه یا موسی جعفر میگه اینو چرا گذاشته تو این کلیپ ها؟ احمد نشاده نگاه. ای خدا چرا شما باختی؟ واقعا مطمئنی؟ آره مطمئن؟ خیلی کم خندم. خب کی خندید؟ گفت کی خندید؟ آقا ایشون خندید. من درخواست ویدیو چک دارم. ویدیو چک کنید. همین الان ویدیو چک بفرمایید. احمد نشاده دیدی؟ خود خندیدی. آقا خند کردم بگیر دیگه. ای کاش من خندیده بودم. مثلا زنگ بزن. چرا ما نشمردیم خنده ها رو؟ من قشنگ حواسم من خیلی کم خندیدم. گردن من اگه دروغ بگم عمو باریک‌تر. زنگ بزنم چی بگم؟ همون حکمی که خودت گفتی. زنگ میزنی. به یکی که من میگم میگه دوست دخترت خوشم میاد. واقعا میزنی؟ آره بگو. من محمد زنگ میزنم. نه بابا. رضا؟ آره. نه بابا حاجی اون دوست دخترش حاجی واقعا اون دوستش داره دوست دخترش. همینه دیگه کار در بیاد دیگه. کار در بیاد به هر کی من زنگ میزنم کار در میاد. ما میگی زنگ بزنی به هر کی که بگیم زنگ بزن. حالا ما میگیم زنگ آقا میگم اون طرف جدیه مسئلهشون با اون کار در میاد. میاد. دقیقه باش شوخی میکنه بعد میگی شوخی کرد. آقا من میگم اصلا شدنی نیست این شوخی. خودت آقا حکم دادی. مرتضی چرت و پرت نگو بابا. آقا خودت حکم دادی. زنگ بزن دیگه. زنگ بزن. آره همون خودش. آره بذار زنگ نزنم حاجی به این داداش. بذار زنگ نزنم. اسپاکی خوب ببخش بیا. جانم محمد جان سلام. مخلصم. داداش خوبی؟ عزیزم چه خبر؟ سلامتی شما. دلتنگیم آقا خیلی وقت ندیدیمت. عزیزم ما بیشتر. قربون شما برم. راه داره. فدات شم. آقا یه مسئله بود گفتم قبل از اینکه دهن بقیه بشنوی خیر انشالله. گفتم قبل از اینکه دهن کسی بشنوی من خودم بهت بگم. چی؟ میگم من از یه مدتیه که از سارا خوشم اومده. دوست دختر منو میگی؟ چطوری بگم آخه ایستگاه شوخی داره میکنه دیگه. ای کاش شوخی بود واقعا. دوست دختر منو میگی؟ آره واقعا مسئله همین بعدیش همینه واقعا. میگم حال مالت خوبه اوکی؟ شوخیه دیگه مثل همیشه شوخی داره میکنه دیگه. نه میگم اصلا نمیدونم چطوری بهت بگم. با مرتضی داشتم صحبت می‌کردم بهش گفتم نه یا مرتضی گفت بگو بابا. محمد رضا خوبی داداش صدا رو اسپیکره. عزیزت داری. مرتضی حامد چی میگه؟ بابا دیشب تا صبح داشتیم با هم درد دل می‌کردیم. گفتم بابا حامد این کارا چیه؟ گفت من الا بلا عاشق دوست دختر محمد رضا شدم. گفتم کدوم محمد؟ تو هم گفتی؟ آخه 100 بار بهش گفتم گفت الا بلا حالا ما به محمد رضا میگیم بیخیال. گفتم 5 ساله با یارو فابه. خوبه میدونین اینو. من چی بگم این حامد گیر داده بهم. حالا گفتم اگه امکان داشته باشه ولی باز مردونگی کرد بهت گفت. مردونگی کرد تازه گفت نه؟ میگم اگه امکان داشته چجوری تونست بگه؟ محمد رضا میگم اگه امکان داشته باشه من یه مدت با سارا باشم. خب همین خیلی راحت مردونگی. نه میگم مثلا حال مالتون خوب نیست شما. میگم با هم آشنا بشیم یعنی. آشنا بشین آره. بعد 5 سال شما با هم آشنا بشین. شماره‌شو نه چون تا الان با هم دوست بودیم. شماره‌شو دارم. شماره‌شو دارم. چون مستقیم زنگ زدم به محمد رضا. محمد رضا ما الان مستقیم زنگ می‌زنیم به همون سارا. داداش ما به اون زنگ می‌زنیم. خداحافظ. من اصلا حواسم شماره‌اش دارم. خداحافظ. الو چی میگی بابا؟ چی شماره‌شو داری؟ یعنی تو انگار مشکلی نداری اوکیه؟ یعنی چی شماره‌شو دارم؟ چند وقت شماره‌شو داری؟ آقا میگم شما مشکل 4 ماه شماره‌شو داره. چند وقته؟ 4 ماه. بابا دارید شوخی میکنید. نه یه بارم کافه رفته باش. خفه شو. دروغ میگه محمد رضا دروغ میگه.
تشنج داره ایجاد میکنه. ولم کن ناموسن دارید شوخی میکنید. نه الان من بذارم به سارا زنگ میزنم تکلیف خودم با خودش مشخص کنم. خداحافظ. یه قطع کن پشت خطیش سارا. الو بابا مشکل نداری تو این رابطه؟ یعنی چی داداش مگه رفیق نیستیم ما؟ خداحافظ بابا خداحافظ. اون ما این صحبتو می‌کنی؟ اصلا ریلکس و چرا هیچی نگو چرا فوش نداد چرا نخوابون تو گوش من مثل ممرزا نباشی. خیلی روشن فکر شد. آره واقعا. البته یه ویدیو الان هر موقع تمام بشه زنگ میزنم میگم شوخی کردم ولی واقعا اینم فکر کنم چون رفیق من سنگ صبور غم ها به دیدنم بیا که خیلی تنهام هیچی نمیفهمه چه حالی دارم چه دنیای رو به زوالی دارم. خیلی مخلصم مرسی که نگاه کردی تایلانده. خیلی مخلصم مرسی دور سرتون بگردم آقا. به پدر مادر خود نیکی کنین و به والدین احسان. واقعا رمز موفقیت همه آدم خفنای دنیا اینه که به 2 تا 7 4 تا 6 به پدر مادرشون احترام گذاشتم و دعای خیر پدر مادر وقتی پشت سرت باشه به جاهایی میرسی که کمتر کسایی حتی بهش میتونن فکر کنن. خدا با کسایی که دعای پدر مادرشون رو خریدن یعنی امضای اون محبت کردم دارم با بوگاتی میرم. نمیذاری یکم جدی سوال کن. خیلی مخلصم. خداحافظ.